صبح که از خواب بیدار میشی و اولین قدمی رو که برمیداری احساس میکنی یه میخ فرو رفته توی پاشنه پا و چند قدم اول رو نمیتونی به درستی برداری. اگه این حالت رو داری احتمالاً خارپاشنه یا فاشیت پلانتر داری. اما چه اتفاقی رو باعث ایجاد این حالت میشه؟ توی این ریز کاملا بررسی میکنیم و آخر ویدیو هم چند تا راهکار برای بهبودش میگیم. در قسمت کف پا یه لایه ضخیم به اسم فاشیه پلانتر داریم که از پاشنه تا انگشت‌ها کشیده شده. وقتی زیاد میستی یا ورزش‌های سنگین میکنی یا کفش نامناسب داری، این فاشیا ملتهب میشه. التهاب توی این نقطه باعث رسوب کلسیم در قسمت جلوی پاشنه میشه یا همون استخوان کالکانوس. اینطوریه که یک خار استخوانی در قسمت جلوی کالکانوس ایجاد میشه. ولی این دردی که ایجاد میشه به خاطر وجود این خار نیست، بلکه به خاطر التهاب فاسیاست. خب حالا درمانش چیه؟ خیلی از بیمارا با استراحت کردن، اصلاح فعالیت‌ها و پوشیدن کفش مناسب یا کفی طبی معمولاً بهتر میشن شرایطشون. همچنین رفع علت‌های زمینه‌ای مثل چاقی یا کف پای صاف میتونه کمک کننده باشه. توجه کنید که تزریق کورتون توی این ناحیه فقط برای اوناییه که درد خیلی شدیدی دارن و نمیتونن تحمل کنن، نه برای همه. لذا بهترین راه حل درمان بدون درد و مطمئن استفاده از روغن‌های گیاهیه که توی کپشن توضیحاتشو کامل براتون دادم. برای آموزش‌های بیشتر پیج ما رو دنبال کنید. ممنون.